سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي 76 گناه کبیره از کتاب امام ذهبی رحمه الله. به اعتنایی به نماز یعنی رعایت نکردن نماز. به نام خداوند بخشنده و مهربان. در قرآن آمده است: از دوزخیان می پرسند چی چیز شما را به دوزخ درآورد؟ گویند ما از نمازگزاران نبودیم. در سوره دیگر آمده است: پس ویل بر آن نمازگزاران، آنانی که از نماز خود غفلت می ورزند. یعنی شخصانی که نماز را در وقتش نمی خوانند. اگر جای اینها ویل یعنی وادی در دوزخ باشد، پس حال آن شخصانی که تماما نماز را نمی خوانند چگونه باشد؟ روز محشر که جانگداز بود، اولی پرسش از نماز بود. از ابو هریره خداوند از او راضی باد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم روایت است که فرمودند اولین چیزی که از مسلمان در روز قیامت پرسیده می شود این نماز است. اگر وی آن را در وقتش ادا نموده باشد از رستگاران یعنی از نجات یافتگان است. در عکس حال وی امید را از دست داده است و از خسارت یافتگان می باشد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند فرق میان ما و آنها یعنی کفار خواندن نماز است. هر کی ترک نماز کند به بیخدایی می افتد. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند همه اعمال انسانی که نماز بعد نصف روزه را نمی خواند به نیستی می انجامد. نماز این پرده است که انسان را از بیخدایی جدا می کند. الله در حفظ حمایه خود نگاه نمی دارد کسی را که نماز را دانسته ترک نموده است. از عبدالله ابن عمر خداوند از آنها راضی باد از رسول خدا صلی الله علیه و سلم روایت است که فرمودند آدمی که از نماز خود رعایت نمی کند در او نه نور نه شهادت و نه نجات باقی نمی ماند. در روز قیامت این گونه آدم در صف قارون، فرعون، هامان و ابی ابن خلف می ایستد. در قطار این آدمان قرار گرفتن خود از آن شهادت می دهد که انسان با سبب ترک نماز تا چی اندازه به بیخدایی نزدیک می شود. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند کسی که نماز عصرش قضا شود این به مانند آن است که اهل و عیال و مالش را از دست داده باشد. پس چه مصیبتی است که اگر انسان اهل و عیال و مالش را از دست بدهد این چنین اگر نمازش قضا شود. شیطان به سبب سجده نکردن به آدم از جنت رانده شد و چگونه انسان به پروردگار خود سجده نکرده باز امید داخل شدن جنت را دارد. پس ای برادری مؤمنم، ای برادری که داخل شدن جنت را می خواهی نمازهای خود را در وقتش انجام بده. نماز را در وقتش نخواندن یا ترک کردن آن دزدی یا زنا گناهان وزنین به شمار می روند. اگر آدم یک چند بار قصدن از نماز باز ایستد گناهکاری عظیم می شود و اگر این کار دوام یابد و عادت مقرری انسان گردد آن شخص از جمله خسارت یافتگان، ضلالت دیدگان، فاسقان و گمراهان می باشد. برادر و خواهر عزیزم، از آیات‌های قرآن، از حدیث‌های پیامبرمان صلی الله علیه و سلم به ما معلوم شد که نجات ما از دوزخ این نماز است.
نماز این سوال اولین است که در روز قیامت به ما داده می شود. پس بیایید به سوی نجات، بیایید به سوی نماز تا از آتش دوزخ نجات بیابیم. نماز کلید جنت است. نماز ستون دین است. نماز این خوشبختی ما در این دنیا و در آخرت است. پس بیایید به سوی نماز. نماز انسان را از کارهای فحش نگاه می دارد. نماز نوری مؤمن است. نماز چراغ قبر است. پس بیایید برادران و خواهران به سوی نماز. نماز این برکت است. نماز درهای رزق را بر ما می کشاید. نماز این راحت قلبی و راحت جانی است. نماز این آرامش است. نماز این سعادت دنیا و آخرت است. پس بیایید به سوی نماز. پس بیایید به سوی نجات. برادر و خواهری عزیزم، پیش از آن که بر تو نماز بخوانند، یعنی نماز جنازه را، به نماز خوانی شروع کن تا پشیمان نشوی. در آخر از الله مهربان طلب می نماییم که توفیق هدایت به همه مسلمانان نصیب بگرداند تا نمازهایشان را در وقتش بخوانند و از این نعمت نماز بهره ببرند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. يا ساعة الفضاء الرحيب الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح